الله تعالی در این آیه که حضورتون تلاوت شد یک واقعه را ذکر کرده است و با این ترتیب که الله تعالی از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می فرمایند که شما از یهودیان حاضر سوال کنید در رابطه با او قریه تاریخی که واقعاش این قریه به صورت عبرت و به صورت نمونه از برخوردهای الهی که با اینها کرد قابل تذکره هست برای جهانیان، قابل فند، قابل درس و عبرت هست. شما از این قریه سوال بکنید که در ساحل دریا بود، کنار دریا بود و مراد از این قریه ایله هست که در کنار دریای قلزم بود، بین مدین و تور بود و اینجا یک قریه از یهودی ها آباد بود در کنار دریا. اینها بر دین حضرت موسی علیه السلام بودند و یهودی ها روز شنبه عبادت می کردند الله تعالی را و این روز را گرامی می داشتند و این روز برای اونها روز عبادت بود، همانطور که برای مسلمانان روز جمعه هست. امروز هم یهودی ها در دنیا روز سبت و شنبه را احترام می گذارند و تعطیلات در یهودی ها روز شنبه هست و نصارا روز یک شنبه مسیحی ها و مسلمانان روز جمعه، او روزی که نزد الله تعالی در هفته محترم هست و معظم و سید الایام، او روز جمعه هست. ولی به هر حال اینا او روز را انتخاب کردن و اختیار کردن و همون روزها را ادای احترام می کردن و اینها در کنار دریا بودند و از کسانی که در کنار دریا زندگی می کنند معمولا یکی از بالاترین محصولات اونها شکار ماهی هست و اینها ماهی را شکار می کردند و ماهی ها را می خوردند خودشان و می فروختند و به زندگیشان و سر و سامان می دادند و الله تعالی چون اینا گناه کردند از قرآن آیاتش اینطور معلومه و الله از اینا ناراض شدند، الله اینها را آزمایش کردند، یه امتحان آوردن برای اینها که روز شنبه ماهی ها می آمدند از کار دریا به ساحل می آمدند، جایی که اینها زندگی می کردند و ماهی ها توی آب پیدا می شدند و ظاهر بودند. بعضی میگن ماهی ها سرشون را از آب بلند می کردند و اینها با چشم ماهی ها را می دیدند. شکاری وقت شکار را ببیند بی قرار میشه، بی آرام میشه و ماهی ها را اینا می دیدند و تردد می کردن ماهی ها به صورت گسترده و به صورت خیلی زیاد و بعد از روز شنبه ماهی ها می رفتن در قعر دریا و گم می شدن، ناپدید می شدن. اینها دنبال ماهی می گشتن ولی روز شنبه همه ماهی می آمدن به سراغ اینها و لحاظا اینها را الله حرام قرار داده بود برای اینها که روز شنبه شکار نکنند و همانطور که الله تعالی بعد از اذان منع کرده مسلمانان را که تجارت نکنند اینجا، بعد از اذان منع ممنوع تجارت
باید تجارت مغازه را بست، درست فروشی را هم تعطیل کرد. و اگر انسان مشغول خوردن هم باشه یا کار دیگری است و اذان شد تعطیل بکنه و خود را به مسجد برساند. و برای نماز جمعه اللہ تعالی روز شنبه برای اینها من کرده بود که شما شکار نکنید و لحاظا شکار می آمدند، اینها خیلی پریشان شدند. لحاظا اینا سه دسته شدند. یک دسته که شکار کرد نتوانستند خود را کنترل بکنند و لحاظا به دریا زدند و ماهی‌ها را جمع کردند و مستقیما و بعض کانال زدند و تالاب درست کردند و ماهی‌ها را سوق می دادند به همین تالاب ها و ماهی که می رفتند توی تالاب ها دان تالاب می بستند که ماهی به دریا بر نگردند. ماهی ها اسیر می شدند توی تالاب. لہذا گفتن روز مستقیما روز شنبه شکار نکردند، ولی بیایم شکار بود، همین معنی یکی بود که روز شنبه این ماهی ها را از تالاب جمع می کردند. و اینها یک دسته اینها شدند که نافرمانی کردند الله را و دو دسته دیگه از یهودیا بود. یکی شکار نکردم ولی من هم نکردم، گفتم به اینا من فایده نداره، اینها به عذاب خدا گرفتار میشن، اینا حرف قبول نمی کنن، بی فایده به اینا واز کردن. اما یک گروه دیگه واز کردن و به واز ادامه دادن و گفتن که شما چرا اون گروهی که واز نمی کرد و کار نداشت با گناهگار با نافرمان، گفته چرا شما اینها را واز می کنید؟ لما تعیزون قوما الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا. قومی را که خدا میخواد هلاک کنه، تباه کنه یا عذاب سخت را بر اونا بیاورد، شما چرا اینها را واز می کنید؟ قالوا معذرة الى ربنا، گفتم ما واز می کنیم برای آن که عذر به بارگاه الله داشته باشیم، بگیم الله ما واز کردیم، ما گفتیم، ما من کردیم ولی این حرف ما را قبول نکردن، عذری داشته باشیم، الله از ما نرنجه، الله از ما ناراض نشود. و قوم دیگری عرض کنم که اون گفتم ما برای همین خاطر اینا را واز میکنم. اون قوم دیگر که نه اینا را واز کردن و نصیحت نکردن، گفته این و نصیحت بر نمیدارن. ولذا الله رب العزت عذاب آورد و اونایی که دستور خدا را فراموش کردن، فلما نسوا ما ذکروا به، فراموش کردن، ترک کردن آنچه که مورد تذکره قرار گرفتن، واز بر نداشتن، پند بر نداشتن، مرتکب حرام شدن، مرتکب گناه شدن و نصیحت ناصر را قبول نکردن. الله تعالی می فرماید که اینها را ما با یک عذاب سخته و به یک عذاب بد اینها را گرفتار کردیم، روزشون را سیاه کردیم و تاریخشون را الله سیاه کرد و عذاب بدی بر سر اینها فرستاد. این نافرمانان را که ماهی را شکار کردند، این نافرمانان را الله تعالی به عذاب بدی گرفتار کرد و نگفته نماند که اونهایی که نافرمانی می کردن و اونها که فرمان برداری می کردن وسطشون دیوار کشیدن، وسط شهر دیوار کشیدن که عذاب اگر بیاید ما گرفتار عذاب نشیم. نیکوکاران خود را جدا کردن، بدکاران جدا شدن، عذاب الله آمد. یک روز دیده سر صدای نیست در این قسمت پشت دیواره، او قسمتی که گناهگاران زندگی میکنند، ماهی را شکار میکنند روز شنبه و نگاه کردن تا همه اینا تبدیل شدن به میمون.
همه اینا میمونن. اینها نمی شناختن باید که با هم همشهری بودن، خیش و رشته دار بودن، اونها را نمی شناختن ولی اونها اینها را می شناختن و به صورت میمون بودن، صدا می دادن، گریه می کردن و اینها نشناختند که اینا کیان. وقتی اینا به اون طرف رفتند، اینا به پاهای اونها، پاهای این آدمان نیک سرشون را می گذاشتند ولی اینا نمی دانستند که اینا کیان. و اینها را الله 3 روز بعد الله تعالی اینها را به هلاکت رسانید و همه مردند و شهر خاموش شد و قسمت و زندگیشون به پایان رسید. این عذاب دنیا بود و عذاب آخرت بدتر از عذاب دنیا است که الله تعالی نافرمانان گرفتار میکند. الله او 2 گروه دیگر نجات داد، اونه که من میکردن. انجینا الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادی معنی که از گناه من میکرد. الله اینا را تشریح کرده که من کنندگان نجات داده، ولی او گروه دیگره که من نکرده تذکره اونا در قرآن نیست. عبدالله بن عباس می فرمودن که اینها را هم الله به عذاب گرفتار کرده ولی بعد رجوع کرده از قولش، برای آن که اونها در دل ناپسند کردن و می گفتند که اینها را نه فایده نداره و برای همین خاطر نه نکردن که گفتن نه فایده نداره و لحاظا الله اونها را هم نجات دادن. بیشترین نظر همینه که 2 گروه نجات گرفت. یک گروه تصریح در قرآن که انجینا الذین ینهون عن السوء، از گناه من کردن، و گروه دیگر صراحتا تذکرهشون نیست ولی ظاهرا و هم انجینا الذین ینهون عن السوء داخلن، چرا که اونها بد دل انکار کردند و ناپسند کردند و می گفتند که اینا واز قبول نمی کنند، حرف هیچ کسی را قبول نمی کنند. لذا الله اینها را نجات داد و گناهکاران را به هلاکت رساند. منظور از این واقعه فقط یک داستان نیست بلکه عبرت فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. الله این واقعه را الله تعالی عبرت قرار داد برای آنانی که اونجا بودند و این صحنه را با چشم دیدند، معاصر بودند و همزمان بودند و این عبرتی قرار داد برای آنهایی که در تاریخ بعد می آیند و این واقع را می خوانند، از این واقع عبرت بگیرند، از این واقع درس بگیرند. و این الله تعالی اینجا هم تذکر کرده است که باید گناهگار دستش گرفته بشه. امر بالمعروف و نهی از منکر مهمه. از گناه جلوگیری کنید، از نافرمانی خدا جلوگیری بکنید. دست ظالم باید گرفته بشه و از ظالم باید نهی از منکر بشه، ترسونده بشه. کسی که نماز نمیخوانه و کاهل نمازی میکنه، کسی که مشروب میخوره، کسی که مواد مخدر مصرف میکنه، کسی که ربا میخوره، کسی که رشوه میخوره، کسی که حق مال مردم حیف و میل میکنه، کسی که سرقت و راهزنی میکنه، کسی که گروگانگیری میکنه و کسی که آدم میکشه، کسی که مردم اذیت و آزار میرسانه، غیبت میکنه، تهمت میزنه. لہذا همه گناهگاران که مرتکب گناه میشوند باید دستشون گرفته بشه. جادوگران باید دستشون گرفت که جادو نکنن، از الله بترسن و سایر گناهگاران باید دستشون گرفته بشه. نباید ما بشینیم و با گناهگار بخندیم، نباید ما با نافرمانانی که علنا نافرمانی میکنن هم سفره بشیم، بلکه اگر ما هم سفره میشیم حرفمون بزنیم و نهی از منکر بکنیم. جامعه باید اصلاح بشه، گناهگاران باید من بشه از گناه، نباید ما رو در واسطه کسی گیر بکنیم،
نباید ما شرمنده بشیم کسی که حق بگیم، حق کلمه حق بگیم، امر بالمعروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم. همین وظیفه انبیاء علیهم السلام بوده. انبیاء برای همین آمدن تا جامعه را اصلاح کنن، تا جامعه را من از گناه بکنن، تا جامعه را از نافرمانی من بکنن. این وظیفه انبیاء علیهم السلام. من و شما پیروان رحمت للعالمینیم، من و شما پیروان محمد امین صلی الله علیه و سلم هستیم. وظیفه تک تک من و شماست، وظیفه همه ما است که با حکمت مردم دعوت به خیر بدیم، مردم از گناه من بکنیم و جلو بگیریم، مردم به حق دلالت کنیم و راهنمایی بکنیم، مردم به خیر نصیحت کنیم و به خیر دعوت بدیم. والله من و شما را توفیق بدهد. ایام دهه فجران و این ایام عزیزان من، کسانی اگر یاد میدهند 40 سال قبل عزیزان ملت ایران به رهبر فقید انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و امام راحل به قیادت ایشون قیام کردند. در زمان قیام کردند که ملک کاملا وابسته بود به غرب، وابسته بود به امریکایی ها، وابسته بود به قدرت ها، وابسته بود. منافع اونها از اینجا تامین بود. مردم ایران قیام کردند و شعار استقلال دادند که کشور باید مستقل بشه. ایران برای ایرانیان هست، کشور متعلق به ایرانیان، منافعش هم مال ایرانیان هست. و ایرانیان شعار دادند که ما استقلال میخواهیم و آزادی. در زمانی که آزادی در کشور نبود، اختناق بود، حاکم دیکتاتور بود، کسی را نمی گذاشتن که اظهار نظر بکنه، کسی را نمی گذاشتن که حرف بزنه، انتقاد بکنه. وحشت داشت حاکمیت او زمان و رژیم او زمان از انتقاد پذیری نداشت. آزادی نبود، کسی نمیتوانست حرف بزنه. آقا داد و بیداد را می افتاد و آقا می کشید او را به ساواک او زمانه. محاکمه می کردن که تو دشمن وطنی، تو مخالف وطنی، تو مخالف رژیمی. ولهذا با آزادی مخالف بودند. ملت ایران گفت استقلال، آزادی شعار میدادند که ما آزادی میخواهیم توی وطنمون و انسان باید آزادی داشته باشه و از حق و حقوق انسان آزادیه که باید آزادی داشته باشه. بتوانه حرفش را بزنه، بتوانه خواستش را مطرح کنه، بتوانه انتقاد داشته باشه، حداقل انتقاد سازنده داشته باشه. آزادی معنی نیست که دیگران توهین بکنه، دیگران فحش بده و آزادی نبله. آزادی هم بعدم حد و مرزی داره. ولهذا آزادی معنی اینه که آزادی بیان باشه، آزادی کلام باشه، کسی بتوانه اظهار نظر بکنه، کسی بتوانه انتقاد بکنه و اختناق نباشه که دوره بود و استبداد نباشه که در اون دوره استبداد بیداد میکرد، اختناق بیداد میکرد، سرکوب میکرد هر کسی را که میخواست حرف بزنه. ولهذا ملت ایران سے آزادی خواست و جمهوری اسلامی خواستن. ولهذا جمهوری گفتن که او زمانه حاکمیت در یک خانواده بود و ملت ایران نقش نداشتن، تاثیرگذار نبودن. اگر برای مجلس و نمایندگان اونها انتخابات برگزار میکردن، سوری بود، ظاهری بود، نمایندگانشون خودشون انتخاب میکردن و به رای میگذاشتن و همونی که حاکم میخواست از صندوق در میامد.
لہذا گفتن جمهوری میخواهند که ملت تأثیر گذار باشه، ملت رایش معتبر باشه، ملت نظرش معتبر باشد. و اسلامی خواستن که به هر حال این جمهوریت اسلامی در قانون اسلام حاکم باشه، شریعت اسلام باشه. این جمهوریت از نوع اسلامی هست، ولذا در او آزادی های اسلامی باید اجرا بشن، اونچه که اسلام میخواهد. لذا همیشه گفته شده که اسلامی جمهوریت را مقید نمی کنه، بلکه در اسلام آزادی خیلی بیشتر موجوده، مخصوصا در بیان، در قلم و در خیلی چیزا. اون آزادیه که در اسلام به نمونه در دنیا، مثالش را آزادی های امروز جهان نمیتوانند ثابت کنند. و بهترین دورش خود دور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بوده، خلفای راشدین بوده، دور حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوده و همه خلفای راشدین آزادی قائل بودن برای مردم و دوست داشتن از اونها انتقاد بشه، دوست داشتن روبروی اونها مردم حرفشون بزنن. مردم توانست حضرت علی را به محکمه شرعی یهودی توانست غیر مسلمان و ذمیه ببره، حضرت علی را شکایت کنه و پیش ذمی به قاضی کوفه ببره حضرت علی رضی الله تعالی عنه را. و حضرت علی پیش قاضی رفت و آنجا حق به یهودی داده شد، چون گواه حضرت علی قبول نشدند. اینقدر آزادی که قاضی هم بتوانه رهبر اون زمانه خلیفه راشد آن حضرت سیدنا علی که اون جایگاه حضرت علی را چه کسی در دنیا میتونه داشته باشه، میتوانست ببری پیش قاضی منصوب او و قاضی هم بر علیه حضرت علی را بده و لباس جنگی را به یهودی بده مطابق با قوانین شرعی و نظری که او قاضی داشت. سبب اسلام یهودی شدی، آزادی را که دیدن. از تو مرا در گفت که اگر از سنت آن حضرت خطا بره چه کار میکنید با من؟ یک عربی بلند بشه در مسجد و به شمشیر بلند بکنه که با این شمشیر شما رو راست میکنیم. این آزادی کجای دنیا؟ امریکای آزادیه، اروپا داره، چینیا دارن، روسیا دارن، کجای دنیای آزادی را داره؟ ما که بگیم جمهوریت هم معنی این که محور مردمان، ولهذا جمهوری همه جا آزادی دارن. و وقتی میگیم اسلامی هنوز آزادی را تقویت میکنه. او آزادیه که در صدر اسلام بوده، او آزادیه که قرآن و سنت داده. و معنی که این سیستم حکومتی ما بر پایه و اساس اسلام عادلانه ترین نظام توی دنیا، پیامبران الله فرستاده برای اقامه عدل، برای گسترش عدل و اجرای عدل. و قرآن تاکید میکنه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا. همه امر به عدل، به قسط. قرآن دیدگاهش را نگاه کنید و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همه عدالت تاکید شده. ولهذا نظام اسلامی باید اجرای عدالت بشه، همه عادل بشه. لہذا این فیروزی انقلاب بر پایه و اساس این شعار بود. و امروز ما 40مین سالگرد انقلاب اسلامی را ملت ایران جشن میگیره، در حالی که چالش‌های در خارج از کشور و بسیار گسترده چالش‌های بر سر راه کشور و نظام هست و چالش‌های در درون کشور هم موجوده و چیزی است که قابل انکار نیست. کسی نمیتونه اینها را ما نمیتونیم بپوشیم.
لہذا ہم بچالش مواجه در درون و هم بیرون. لہذا ما دل سوزانه عرض میکنیم، دل سوزیم. الحمدلله غرض ما نداریم، ما به کشور دل سوزیم، به ملت ایران دل سوزیم، به نظام جمهوری اسلامی دل سوزیم، به مسئولان نظام دل سوزیم و خیرخواهی مدروی خیرخواهی. ما معتقدیم که تنها راه برون رفت و تنها راه حل این نظر مایه و این شما بررسی بکنید و نتیجهش را هم میبینید. و آنه که مهمترین نکته آنه که ما در مقابل این چالش ها چه کار باید بکنیم، بهترین راه برون رفت آنه که ما تغییرات بیاوریم در کشور. هم در سیاست هایمان در که 40 سال به آنها عمل میکنیم در درون کشور و جواب ندادند و مشکلات ایجاد کردند، ناراضگی تراشیدند. این چالش ها را ما ببین، این عرض کنم که این سیاست ها را ما ببینیم، این را تغییر بدیم. رضایت مرد داخل را ما میتونیم با تغییرات فراهم بکنیم. ببینیم خواسته مردم چیه، مردم کشور را ببینیم، صدای مردم را بشنویم. خواسته مردم اگر صدام ندارن، صدای خاموش مردم را بشنویم و به سمت مردم حرکت بکنیم، به سوی مردم حرکت بکنیم، تغییرات به نحوی ایجاد بکنیم که رضایت مردم حاصل بشه، تا مردم با هم متحد باشن، متفق باشن. اقوام ببینیم، هم مذاهب ببینیم، ادیانی که اینجا موجوده ببینیم، بافتای مختلف کشور ببینیم و اینها را اگر ما ببینیم و تغییرات ایجاد بکنیم، میتونیم از درون همه ملتا متحد کنیم، همه اقوام و مذاهب دلهایشون را با هم نزدیک کنیم. زبان ممکنه متحد بشه ولی دل باید متحد بشه، دلها در کنار یک دیگه قرار بگیرن. مردم ایران مردم خوبی هستند، ملت ایران از بهترین ملت های دنیاست، ملت فهیمی است، ملت شکرگزاری است. اگر این همون ملت که در سال 57 آغاز انقلاب پشت سر امام راحل جمع شدن، این همون ملتان که 8 سال دفاع مقدس رنج و زحمت تحمل کردن و کشته داده و فرزندانشو کشته داده. این ملت خوبی است و لحاظ این ملت رضایتش باید حاصل بشه، خواستش باید برآورده بشه، تغییرات ایجاد بشه. عزیزان من، همچنان در مقابل این چالش هایی که بیرونن، ما سیاست های خارجی من را تغییر بدیم و این بهترین شیوه است، بهترین جواب دشمنان ما هست، بدخواهان ما هست، بهترین جواب تحریم ظالمانه امریکاست. ما اگر تغییرات در سیاست هایمون ایجاد بکنیم، اینا را امریکا نمیتونه دور بر خودش جمع بکنه. ما باید اینا را از اتحاد که علیه کشور ما هست و نظام جمهوری اسلامی، اینها را با هم با تغییرات درون، تغییرات برون مرزی و تغییرات بیرونی، سیاست های خارجی، ما بتوانیم که به نحو تغییر ایجاد بکنیم که به هر حال تحول به وجود بیاد. این چالش ها سر راه ما برداشته بشه، علیه ما حرف گفتن نشود، نگاه ها را ما ملی بکنیم، نگاه مذهبی در ایران یا در غیر ایران ضرر داره.
همه کشورها، هر کشوری که نگاه مذهبی داشته باشه و نگاهایش ملی نباشه، نگاهش جهانی نباشه و بر مذهب فکر بکنه، این کشور با مشکلات و چالش روبرو میشه. نگاه ها را دوراندیشانه و ملی بکنید، به منافع ملت فکر کنیم، به منافع ایران فکر کنیم، به منافع اسلام فکر کنیم. اگر اسلام باشه مذهب است و اگر اسلام نباشه مذهبم نیست. ولهذا همه کشورهای مسلمان بر اسلام فکر کنند، به مذهب فکر نکنند، به سنی فکر نکنند، به شیعه فکر نکنند، به مذاهب دیگر فکر نکنند، بلکه به اسلام، اصل اسلام باید باقی بمانه، به عزت اسلام، به سربلندی اسلام. اسلام افتخار ما است، ولازم به اسلام فکر کند. علمای بزرگوار، علمای شیعه و سنی، همه و همه بر اصل اسلام فکر کنید. امروز او زمان رفته است، او شرایط رفت که مذاهب با هم درگیر بودند و مشکلات مذهبی وجود داشت. امروز یک شرایط دیگری است. امروز دشمنی در جهان با اصل اسلامه، ولهذا ما باید بر اصل اسلام فکر کنیم، نه بر مذهب. اسلام نشان بدی که دین رأفت، رحمت، دین جهانی است، دینی که به نفع جهانیانه. نشان بدی که در اسلام عدله، در اسلام آزادیه. ظلم هست در دنیا که اگر ما بگیم که ما اسلام پیاده می کنیم و اسلام پیاده نکنیم، او عدالت اسلامی را نتوانیم اجرا بکنیم، بر اسلام ظلم میشه. ما هرگاه یک کشور میگی بلند میشه ملت که ما میخوایم اسلام بیاوریم، ما تکان میخوریم که اگر اسلام اصیل بیاورن، اسلام محمد رسول الله باشه، رحمت میشه برای جهانیان و همه جهانیان میبینند حکومت که در دنیای الان ندیدن. ولی اگر چیز دیگری پیاده بکنیم، چیز اسلام باشه و چیز غیر اسلام، این واقعا مشکل میشه. لہذا ما دلسوزانه خیرخواهانه عرض میکنیم به خدمت تصمیم گیرندگان که مقدرات این کشور در دستشونه، آنه که کشور نیاز به تغییر داره. ما به عنوان شهروند دلسوز، نه مغرض که کسی دیگه منو گفته باشه الله منو نجات بده از این. ما آنچه که واقع گراییم الحمدلله به واقعیت ها نگاه میکنیم و دعوت میدیم همه را که واقعیت های موجود نگاه کنید و خیرخواهیم و دلسوزیم و ما میگیم که همه فکر کنن روی این موضوع. راه برون رفت از این بنبست خطرناک من میبینم. راه برون رفت تنها و تنها ایجاد تغییرات و رضایت قلبی ملت و همراهی ملت و ملت. اگر ما کنار هم قرار دادیم، همه اقوام را، تفاوت‌ها را از قومیت و مذاهب برداشتیم، مناسب نیست. نه شریعت قبول داره نه قانون اساسی که بین مذاهب ایرانی تفاوت باشه. قانون اساسی هم اینه مردود میدانه، اسلام هم اینه مردود میدانه. همه این مذاهب، همه این قومیت ایرانی هستند، همه اینا چشم به همین کشور دوختن، چشم به نظام جمهوری اسلامی دوختن، نگاهشان به مسئولان هست، به جای دیگر نیست. و مسئولان اگر به این خواستین رسیدگی نمی کنند، جواب خدا را چه میدند؟ ما جواب خدا را باید چه بدیم؟ با این رسیدگی بشه. اینها
ایرانی دیده بشن و الله تعالی توفیق عنایت بکنه و انشالله ما امیدواریم که با تغییر عرض کنم که تغییرات در سیاست ها انشالله بتوانیم اصلاحات به وجود بیاید که همه در کنار هم باشه و 22 بهمن که روز دوشنبه هست و یک روز ملی هست، در این روز انقلاب پیروز شده و انقلاب مال همه هست و لحظه راهپیمایی هست روز دوشنبه و درخواست میکنم از مردم که انشالله شرکت کنند توی این راهپیمایی و ما بله در حمایت از انقلاب هست این روز و ما حمایت میکنیم از انقلاب و حرفی که به خیر و نفع کشور به وحدت کشور هست و حرف میزنیم و شرکت هم میکنیم در راهپیمایی انشاءالله. روز دوشنبه 22 بهمن انشاءالله راهپیمایی شرکت بکنید. صفحه همین اعلی منظم بکنید، عزیزانی که فاصله دارن از صفحه حرکت کنند جلو یا بیرون از مصلی هستن بیان داخل و تقاضای دعا شده برای اموات، زندانیان، بیماران، بالخصوص برای من اصحاب العلاج من جمله همسر جناب مولانا عبدالرشید که خودشون همینجا تشریف دارن، مولانا عبدالرشید شاهنوازی از اساتید برجسته مدرسه دینی اسماعیل آباد، خانوادهشون سخت مریضند. دعا کنید که الله تعالی شفای عاجل و کامل عنایت کنند و ایشون را خاتمه به خیر بکنند، خاتمه با ایمان بکنه الله تعالی. هر کسی را که از ما مدتش به سر رسیده است الحمدلله بسیار جای شکر پروردگار است که هفته گذشته الحمدلله باران بسیار وسیع و باران الحمدلله بسیار خوبی الله تعالی در جنوب استان آورد و جنوب استان مشکلات از شمال استان هم بیشتر هست. مردم سر ارتفاعاتن، تو کنار رودخانه ها، کنار چشمه ها و رودخانه آبش که بیفته دیگه زندگی آنجا واقعا مشکل میشه. بسیاری از جنگل ها توی بعض مناطق استان خشک شده بود و الحمدلله باران خیلی وسیع آمد در هم منطقه و انشالله یک قسمت استان باران گرفته و ما امیدواریم یک باران دیگری الله بیاره که جنوب و شمال کل استان و تمام مناطق که گرفتار خشکسالی الله تعالی بر رحمتهایش آبیاری بکنه و رحمتهای الله تعالی از این هم وسیع تره و هم انشالله ما امیدواریم که قحط شکست خورده و رحمت سرازیره. لحظه توبه میخواد، دعا میخواد. خدا عزوجل گفته دعا کنید که من اجابت میکنم. لحظه دعا این چیزی است که خواسته خود رب العالمین و قال ربکم ادعونی استجب لکم. الله گفته شما دعا کنید که من اجابت میکنم. خدا وعده اجابت داده. از دعا نترسید، نهراسید که این دعا امر شدیم، ما مأموریم به دعا و ما باید دعا کنیم و الله اجابت میکنه. از رحمت الله ناامید نشید. الله رحم نگید که ما دعا میکنیم و اجابت نمیشه. نه، صبر کنید، دعا کنید، دعا کنید. الله میخواد شما دعا کنید. الله دعای شما را دوست داره و از بهترین عبادت های دنیا دعاست و خدا میپسنده، شادمان میشه به دعا.